زبان عربی و نقش ایرانیان. همان گونه که در کتاب‌های تاریخ اسلام هم آمده است، پیش از اسلام تعدادی کسانی که در حجاز سواد و خواندن و نوشتن داشتند به تعداد انگشتان دست برابر بوده است. بنابراین طبیعی است که هیچ گونه اثری نوشتاری از آنان وجود نداشته باشد. گفته می شود که پیش از اسلام 7 قصیده یعنی چکامه بلند و بزرگ عربان را در خانه کعبه آویخته بودند و بدان 7 گانه آویخته در زبان عربی سبع معلق می گفتند. خط عربی نیز بر پایه خط ایرانیان بوده است و به گفته ابن عباس پسر عبدالمطلب خط عربی از شهر ایرانی انبار به میان عربان حجاز راه یافت. خط کوفی نیز در میان ایرانیان و به دست آنها پدید آمد و بالید. زبان عربی نیز به خاطر شرایط زندگی قبیله‌ای و چادرشینی زبانی بود که تنها به مفهوم‌های زندگی قبیله‌ای سر و کار داشت و واژه‌های برای گل و گیاه و زندگی شهر در آن کمتر بود، به طوری که برای نمونه حتی واژه گل در زبان عربی یعنی ورد واژه ایرانی و پارسی است که در نام شهر سهرورد به معنای گل سرخ دیده می شود. نامی بسیاری از گلها در زبان عربی بنفسج، بنفشه یا سمن و مانند این پارسی است. از سوی دیگر زبان عربی برای شطور در رنگها و شکل و دوران مختلف زندگیشان واژه‌ها و نام‌های فراوان دارد. اما این که چگونه شد که زبان قومی بیابانگرد و صحرانشین آنگونه گسترده شد که نویسندگان و دانشمندان فراوان دوران اسلام از جمله ایرانیان چون ابن سینا و رازی و بیرونی و دیگران کتاب‌ها و نوشتارهای خود را بدین زبان پدید آوردند. یکی از دلایل اصلی این همان ایرانیان بودند مانند سیبویه و ابن مقفع و دیگران که بر پایه زبان پارسی زبان عربی را نیرومند و توانمند و گسترده کردند. برای نمونه کتاب ابن مقفع به نام ادب الکبیر یکی از بهترین نمونه‌های نثر عربی به شمار می رود، زیرا پیش از آن نثر عربی زیاد وجود نداشت و ادب الکبیر بر پایه سنت نوشتاری ایرانیان است تا عرب یا صنعت ادبی مقام نویسی را بدیع زمان همدانی با تاثیر از گاهان زردشت پدید آورده است و همان گونه که استاد بهار نوشته است حتی خود واژه مقامه ترجمه عربی گاه زمان و جایگاه و مقامات به معنای گاهان است. همان گونه که پیشتر هم گفتیم تاثیر زبان پارسی بر عربی به ویژه در چند سده آغاز دوران اسلام جای پژوهش‌های بسیاری را طلب می‌کند. برای نمونه تا دوران حجاج ابن یوسف ثقفی و نقل دیوان از پارسی به عربی زبان دیوان و مالیات به پارسی بود، زیرا زبان عربی هنوز توانایی بیان امور مالیات را نداشت. خودی واژه جزیه عربی شده گازیتی پارسی است. وقتی هرمزان ایرانی از صالح که پدرش ایرانی و مادرش عرب بود پرسید اگر دیوان را به عربی بنویسید به جای دهویه یعنی دهیک چی میگویید؟ صالح گفت اوشر، یعنی هنوز به فکرشان نرسیده بود که این اصطلاح‌های مالیاتی را به عربی ترجمه کنند. همین گونه است در دیگر زمینه‌های زبانی و فرهنگی و علمی و اجتماعی. حتی در زمان مأمون یعنی نزدیک 200 سال پس از اسلام هنوز از پهلوی و هندی و سوریانی و یونانی کتاب‌ها به زبان عربی ترجمه می‌شدند و بیشتر هم با دست ایرانیان و ایرانی تباران بوده است. در این میان بسیار از واژه‌های پارسی و ایرانی و یونانی وارد زبان عربی شد و زبان عربی نیرومند شد و توانست به کار بیاید. حتی همان گونه که ابوریحان بیرونی اشاره کرده است عروضی عرب از عروضی ایرانی پیش از اسلام گرفته شده است. بیشتر بحرهای عروضی پس از اسلام هم اصل ایرانی دارند. وزنهای چون رباعی، قریب و مشاکل محققاً پیش از اسلام ریشه گرفتند. اصطلاحهای عروضی سبب و وتد از اصطلاحهای عروضی قدیمه آریایی سباله و ورته گرفته شده است و نیز ارل و اری به معنی جزهای آخر نیمه اول بیت اصطلاحی آریایی است. یکی از پژوهشگران بزرگ ایرانی معاصر که در زمینه تأثیر فرهنگ و زبان ایرانی بر زبان عربی و تمدن دوران اسلامی پژوهش کرده است استاد دکتر محمد مالایری می باشد. نخستین کتاب وی به زبان پارسی در این باره چنین است: فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و تأثیر آن در تمدن اسلامی و ادبیات عرب. درباره علم و فرهنگ ایران در قرنهای نخستین اسلامی و در علت بی اطلاعی ما از ادب و فرهنگ پیش از اسلامی ایران
هم عقیده رایج و مورد قبول این بود که ادب و فرهنگی که در دوران پیش از اسلام در ایران وجود داشت با حمله اعراب از بین رفت و آنچه که بعد به وجود آمد یعنی فرهنگ عربی اسلامی چیزی است نوساخت و جدا از گذشتگان و ارتباط به فرهنگ پیش از اسلامی ایران ندارد. و حتی ادبیات فارسی که پس از 2-3 قرن انقطاع قدم به جهان علم و ادب نهاد، آن همه ادب و فرهنگ است نو با زبان نو که در دامن فرهنگ اسلامی و ادبیات عربی پرورش یافت و آن را به فرهنگ گذشته ایران آن اندازه سنخیت و پیوستگی نیست که بتوان آن دو را در یک ردیف قرار داد. سیر حوادث و واقعیت تاریخ در قرنهای نخستین اسلام هم نه تنها این امر را بدین صورت تایید نمی‌کردند، بلکه با دقت و بررسی در آنها دلایل به دست می‌آید که ایرانیان در همین دوران که آن را دوران فترت و انتقاء خواندند فرهنگ غنی و پرثمر داشتند، فرهنگی که در همان زمان سلسله جنبانی نهضت علمی و ادبی اسلام گردید و خود همچون یکی از پایه‌های اصلی و اساسی آن نهضت به کار رفت و همین باعث شد که چهره آن دیگرگون شود و در پوشش عربی درآمد و در نتیجه برای ما ناشناس ماند.